تابستون چنین است موضوع امروزه ما. همسالان عزیز، اینک فصل تابستان است فرا رسید. تعطیل تابستانه ما هم شروع شد. فکر میکنم که در تعطیل تابستانه همه شما با مثل من نقشه های خیلی زیاد دارید. باوری دارم که نقشه هایتان منفعت آور است و برای خوش گذراندن وقت خود کوشش های زیاد میکنید. من هم از آن جمله میخواهم که تعطیل تابستانه رو با خواهرم شهادت خوشگوار گذرانم. آوازی را خیلی دوست می‌دارم، بنابراین نقشه دارم که با محفل شناوران داخل شده آوازی را با تمام نازکی‌هایش بیاموزم. شما تعطیل تابستانه را چگونه می‌خواهید گذرانید؟ من میخواهم که تعطیل تابستانه ام را در دهه گذرانم. من رقص را دوست می‌دارم، به گروه رقصی داخل می‌شوم. من و پدر و مادرم به آسایشگاه میرویم. من در تابستان به گیمناستیک مشغول میشوم. من میخوام که برگ روم. من در کلوب شهمات بازان داخل میشوم. آفرین دوستان، فکر میکنم که نقشه های همه‌تون خیلی خوب است. البته همه شما میخواهید که در تعطیل تابستانه نقزکت دم گیرید، اما کتاب و دفتر رو هم فراموش نکنید. من در برابر تمرین شناوری و کتابخانه رفته اعضا میشوم و کتاب میخونم، شعر ازیل میکنم، حکایه و افسانه ها رو از خود میکنم. در خاطر دارید که دانش آموزی تعطیل ندارد. در نقشه تابستانه‌تان حتما کتابخانه رو نیز جای نمایید. از درس‌های مکتب یادآوری کنید. موضوعهای گذشته آموزگاران رو یک تکرار نمایید تا اینکه اون دانشی که در سال خوانش آموخته فراموش نشوند. برای سال خوانشی نو خوب آماده شوید. البته دمگیری خوب است، اما سواد آموختن و دانش علاوه‌ای را گرفتن عین مدعا است. همسالان عزیز، کوشش نمایید که روزهای تعطیلتان را بیهوده در کوچه آواره‌گردی نگذرانید. خود را اعضای هر گونه محفل‌های ورزشی و آموزشی کرده کسب و هنر و دانش بیاموزید. امروزها برای ما کودکان و نورسان چنین امکانیت‌های خیلی خوب فراهم آورده شده‌اند. بنابراین فرصت را از دست ندهید. تعطیل تابستانه انتظار ما و شماست. نقزکت استراحت کنید. خیر.